با رضایت پایان بازی رو خواهد داشت. یه موقعیت برای استقلال خوزستان. ضربه کرنر به شکل خطرناک تو بیسم میاد، باید مراقبت به عمل بیاد که نمیاد و بهت و ایران. قطعا او رو باید ستاره استقلال خوزستان بدونی. حواسمون به صحنه آهسته بود که اینجا حواس پرسپولیسیان گویا پرت شد از مهاجمین استقلال خوزستان. اینجا در این لحظه فرصت یه مکس خونسردی کنانی زادگان کاملا میخوب میکنه فرزین گروسیان رو. پرسپولیس میتوند برتری خودش با توجه به 10 نفره شدن استقلال خوزستان استفاده ببره و حالا گل دوم. آیا این پایان مسابقه است؟ برای آل کثیر مردد گروسیان بیرون بیاد یا نه؟ ضربه آل کثیر، گل مساوی. استقلال خوزستان هم شانس گل داشت. آلیشا، دانیال اسماعیلی فر، یه موقعیت، یه ضربه